دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابه. خوب است قند پدر. نام چی است؟ نصار احمد. خب بسیار خوب. نصار جان در فامیل چند نفر هستی بچه؟ 6 نفر. پدر چی کار میکنه؟ کارچوان است. کاروچیوان است؟ آه. از خود که بیادر کلان داری؟ خودم است. تنها خودت هستی؟ خانه از خودتان است یا کرایی؟ از خودم. در کجاست خانه تان؟ کوتاه. ولی یک ششتی خورک نمیخوری؟ نه. از چند به صبح آمدی اینجا؟ ها؟ از چند بجه صبح آمدی تو اینجا دیگه ششتی؟ دی هوای سرد. از می یک نیم آمدم دیگه. آفرین. چطور به زمستان چیز به سوخت برای بخاری و چیز چوب موب گرفتین یا نگرفتین؟ گرفتین؟ آفرین بچه. از طریق بنیاد خیریه باران رحمت دوستا از خارج براتون همکاری کرده. خب دیگه باقیشان دوا بکنین. یک مقدار پیسه را برات مد نظر گرفته. خدا کنه که توسط زمین دردتان درمان شود. صحیح است ان شاء الله؟ خب. دعا کنی فامیلی؟ 1000 اینه بچه. صحیح است؟ ایره پیش نگاه کنی، دعا کنی تمام کسایی که برات کمک کرده. صحیح است؟ دیگه چیز کار نداری؟ بگو اگه دوام کار داری. بخیر. بس میکنم او؟ یا دوام بتمتا؟ بس میکنم. ها؟ خداحافظ بچه. آفرین ماشاءالله. خوب هستی کاکا جان؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ کجا برآمدی بخیر؟ یک بیشتر غریبی برآمده. روزگار زندگی بخیر دی؟ والا شکر است، خدا را شکر است. چی کار میکنی؟ این چند روز یک هفته میبرم اینجا میگردم. زمستان بخیر شروع شده. والا شکر است. چی گرفتی به زمستان؟ هیچ چیز نگرفتیم تالیده. هیچ؟ غیر الله پاک. خانه کجاست؟ خانه طرف شهر کاری است. طرف وزیرآباد دوده. در فامیل چند نفر هستی؟ در فامیلش که 11 سر است. 11 نفر. تنها خودت کار میکنی؟ تنها ما هستم. یک بچه من پاس دیس شوگار شده و همین دیس پالت است. خداوند شفا بده. شکر. دیری سفید دیگه خداوند اجر نصیبت میکنه. خدا مهربانه دیگه این تا 10 11 12 یک میشه اینجا. ولی دانه چند است؟ یا دانه 60 روپیه، دانه 50 روپیه، دانه 30 روپیه، دانه 25 روپیه رقم این. 5 روپیه میشه دیگه هر کم باز 10 روپیه میمونه باز 5 روپیه سودا شد. همین کلش اگه بخرم از پیش چند میگی؟ این کلش ساده 3200 شده باشه. 3200. این که سرمایه داریم شکر. چی میگی؟ شکر خدا. حالا اگه من همین کلش 2000 بخرم از پیش میشه؟ 2000 خود تمام میکنم. تمام میکنی؟ میدونم صاحب کی ذره یک دونه دو بگی. خب برو خداوند عمر دراز نصیبت کنه. خدا شما ایمان از طرف بنیاد خیریه باران رحمت دوستا مد نظر گرفتن یک چیزا که ناچیز است. دیگه دعا کنی تمام کسایی که برات کمک کرده. خدا کسی که کمک میکنه خدا حجر بده. خدا ایمان نصیبش کنه. تو هم خداوند ساعت کامل نصیب کنه ان شاء الله. سلامت بشه. خدا میگه ایمان بده و کسی کمک خدا قدر بشه. این 2000 که بگی دعا کن دیگه خداوند اجر نصیبت کنه بازم امیر چیزی که سلامت بشه بخیر باشه. خدا شما ایمان نصیب کنه. خداحافظ کاکا جان. بخیر باشه. خداحافظ.